سلام. برای لازانیا یه پیاز برمی‌داریم، قوردش می‌کنیم. وقتی که یه مقدار تفتش دادیم 2 تا حب سیر رو رنده می‌کنیم با رنده ریز و بهش اضافه می‌کنیم. بعد گوشتمون رو بهش اضافه می‌کنیم. وقتی که گوشت تغییر رنگ داد فلفل دلمه‌ای، نمک، فلفل سیاه و یه مقدار آویشن بهش می‌زنیم. قارچ رو هم بهش اضافه می‌کنیم و یه مقدار رب رو تفت میدیم اول، بعد با بقیه مواد ترکیب میکنیم. بهش آب اضافه میکنیم، درش رو میذاریم تا بپزه و وقتی آبش کشیده شد خاموش میکنیم. ورقه های لازانیا رو هم میذاریم داخل آب جوش و وقتی یه مقداری نرم شد آب کششون میکنیم. برای بشامل هم یه کره آب میکنیم، بهش آرد اضافه میکنیم، هم میزنیم و وقتی به این غلظت رسید شیر رو بهش اضافه میکنیم. شیر رو تا جایی اضافه میکنیم که بشاملمون نه خیلی سفت باشه نه خیلی شلوغکی. برای خوش‌طعم‌تر شدنش یه مقدار فلفل سیاه، پاپریکا و نمک بهش اضافه میکنیم. کف ظرفمون رو بشامل میریزیم و روی اون لایه های لازانیامون رو قرار میدیم. و بعد دوباره یک لایه بشامل، یک لایه مواد و یک لایه پنیر پیتزا. آخرین لایه‌ای که مواد رو ریختیم میتونیم روش پنیر پیتزا بریزیم و همونطوری بذاریم داخل فرن. من ورق لازانیام اضافه اومد، برای همین اونا رو هم گذاشتم روش، پنیر پیتزا ریختم و گذاشتم داخل سولاردام. اینم از لازانیای ما.